درود به شما دوستان عزیز. خب بعد از انجام بعضی کارها گفتم یه چند تا براتون جمله بنویسم، به دردتون میخوره. گوش کنید. Schlag ein. بزن قدش. Lass mich in Ruhe. راحتم بذار. Ich hab's nur gut gemeint. منظور بدی نداشتم. Nimm es mir nicht übel. از من به دل نگیر. Ich hole ein paar Bier. من یه چند تا بیر میرم بگیرم بیارم. Wer möchte mich abholen? کی میخواد بیاد منو ببره یا منو برسونه؟ منو بیاره، عوض میخوام. منو برسونه میشه wer möchte mich bringen یا fahren. مثلا nach Hause. Wer möchte mich nach Hause fahren? nach Hause bringen. کی میخواد منو برسونه خونه؟ Mir fehlt 20 Franken. من 20 فرانک کم دارم. Kannst du mir etwas Geld ausleihen? میتونی یه خورده به من پول قرض بدی؟ Ich lass das reparieren. میدم تعمیرش کنن. lass یعنی میدم. همون لت انگلیسیه. Ich werde am Wochenende mal richtig abschalten. من آخر هفته am Wochenende mal richtig یعنی درست حسابی richtig abschalten. میخوام خاموش کنم. خاموش خواهم کرد. یعنی چی؟ یعنی هیچ کاری نخواهم کرد. استراحت مطلق. Bediene dich. از خودت پذیرایی کن. Bedienen Sie sich. از خودتون پذیرایی کنید. Mach es dir bequem. راحت باش. Fühle dich wie zu Hause. فکر کن خونه خودته. Du bist mir sympathisch. ازت خوشم میاد. Ich hab dich gern. دوستت دارم. Ich arbeite tagsüber. من در طول روز کار میکنم. Ich mache regelmäßig Sport. من به طور منظم و مرتب ورزش میکنم. Ich werde es irgendwie schaffen. یه جوری از پسش برمیام. Irgendwie یعنی یه جوری. Trotz der Probleme mache ich weiter. با وجود مشکل من ادامه میدم. Gib's auf. دورش خط بکش. بیخیالش شو. Gib nicht auf. وا نده. جا نزن. Hör endlich auf. بس دیگه. Ich will mit dem Rauchen aufhören. میخوام سیگار کشیدن رو قطع کنم. Rauchen میشه سیگار کشیدن. Aufhören میشه قطع کردن. Ich musste mit dem Studium aufhören. بایستی تحصیلات رو قطع میکردم. یعنی ادامه نمیدادم. Aus persönlichen Gründen. بنابر دلایل شخصی. Aus beruflichen Gründen. بنابر دلایل شغلی. Aus finanziellen Gründen. بنابر دلایل مالی. Aus Erfahrung sage ich. از روی تجربه میگم. Aus persönlichen Gründen konnte ich. بنابر دلیل شخصی نتونستم یا تونستم. konnte ich بعد جمله رو ادامه میدی. Hin und zurück. به بلیت رفت و برگشت میگن hin und zurück. Einfach یعنی بلیت یه سره. به معنی واقعا و ساده هم میاد. Ich bin müde. خستم. hungrig. گرسنمه. fix und fertig. خاک شیرم. خستم. fit. قبراقم. fix und fertig به معنی آماده هم میاد. Ich bin fertig. آماده هم. یعنی کارم تمومه. آماده هم بریم. Ich habe Schwein gehabt. Chance آوردم. Ich wollte blau machen. خواستم جیم شم. Gottes Willen. خدا مرگم بده. Ich habe Langeweile. حوصله‌ام سر رفته. umso besser. چه بهتر. مثلا طرف میگه من نمیام. بعد میگه umso besser. چه بهتر نیام. umso schlimmer. دیگه هیچی. دیگه بدتر. مشقامو ننوشتم. چرا؟ خیلی بده. کفشام هم نیاوردم. دیگه بدتر. umso schlimmer. نه und مگه چی میشه؟ مثلا میگه fahren wir schwarz. یعنی بدون بلیت بریم. بعد میگه نه گیر میافتیم. بعد میگه نه und خب مگه چی میشه؟ Ich schaffe es in 10 Minuten. 10 دقیقه میرسم. مثلا توی ماشین مثلا نشستید میگه 10 دقیقه میرسم. Damit kann ich ja klarkommen. میتونم از پسش بر بیام. klarkommen mit فلان چیز یعنی از عهده چیزی بر اومدن. اون از عهده چیزی که برمیاد بعد میت میاد. اینجا چون حذفش کرده اون چیزه رو به جاش یه دا آورده. شده damit چسبونده به میت. einverstanden قبوله. abgemacht قبوله. به جاش میتونید abgemacht هم بگید. من ننوشتم اینجا یادم رفت. von mir aus یعنی اوکی باشه. از نظر من مشکلی نداره. von mir aus kannst du gehen. به نظر من تو میتونی بری. besuch mich mal. یه سری به من بزن دیگه شطور. wirklich واقعا eigentlich در واقع richtig درست حسابی جانانه. verdammt لعنتی. باستا کلمه اسپانیایی وارد آلمانی هم شده یعنی بس دیگه. du siehst gut aus خوشتیپی یا ich möchte sie ansprechen. من بخوام با اون زنه سر صحبت باز کنم با اون دختره. sie ist zum anbeißen یعنی هلو برو تو گلو. مثلا دختری میبینی اینو میتونی بگی. البته به معنی بی احترامی نیست. خب جمله است دیگه. wollen wir hier sitzen بخوای اینجا بشینیم. wunderbar معرکه است. fantastisch معرکه است. ganz toll معرکه است. این همش میشه معرکه. ich werde mich anschalten یعنی من دست به کار میشم. مثلا یه مشکلی واسه کسی پیش اومده میگی ich werde mich anschalten یعنی منم وارد عمل میشم. منم دخالت میکنم. خودم رو روشن میکنم.
Ich hätte gern einen Kaffee. یه کافی میخواستم. Was hättest du gern? چی دوست داری بخوری؟ چی دوست داری؟ یا چی دوست داری کنی؟ Ich hätte dich anrufen müssen. من باید به تو زنگ میزدم. یه سیستم جمله است، همینجا یاد بگیر. من باید بهت زنگ میزدم، یعنی زنگ نزدی. Ich hätte die Prüfung machen sollen. من باید امتحان رو انجام میدادم، یعنی انجام ندادی. Ich hätte mitkommen sollen. یعنی من بایستی میمدم، یعنی همراه نرفتی. ببینید hätte فعل به علاوه فعل کمکی. Ich freue mich auf Ihre Bestätigung. خوشحال میشم تاییدیتون رو بفرستید. Bestätigung یعنی تایید. مثلا ایمیل فرستادی برای طرف، حالا منتظر تاییدشی. آخر نامت می‌نویسی یا اصلا حضوری میگی. میگه Ich freue mich auf Ihre Bestätigung، یعنی مشتاقانه منتظر تاییدتون هستم. Ich freue mich auf deinen Besuch. مشتاقانه منتظر دیدنت هستم. Ich decke den Tisch ab. من میزو جمع میکنم. Ich räume jetzt das Zimmer auf. من الان میزو اتاقو جمع جور میکنم. Aufräumen. Hut ab. آفرین، باریکلا. Gut gemacht. دست مریزاد. خوب کاری کردی. درست کردی. Gut gemacht یعنی دست مریزاد. Möchtest du sonst noch etwas؟ چیز دیگه هم میخوای؟ Das ist mein Bier. به تو ربطی نداره. یعنی تو دخالت نکن. یه خود بی‌تربیتی معنیش. من با ادبیشو گفتم. Das ist mein Bier. میشه dich nicht. خودتو قاطی نکن. فضولی نکن. Das hat mit dir nichts zu tun. به تو هیچ ربطی نداره. Das geht dich nichts. به تو آنش چجوری ننوشتم. به تو هیچ دخلی نداره، به تو ربطی نداره. Schön Sie kennenzulernen. خوشحالم که باشون آشنا میشم. Ich schätze Sie lernen. یواش یواش دارم به ارزشش پی میبرم. مثلا به ارزش اون دختره. Bist du mit deinem حالا آقایون ناراحت نشن. بیا نوشتم. یواش یواش به ارزش اون پسره دارم پی میبرم. Bist du mit deinem oder deiner فلان چیز zufrieden؟ Zufrieden sein mit فلان چیز یعنی راضی بودن با. راضی هستی مثلا mit deinem Deutschkurs؟ راضی هستی از کلاس آلمانیت؟ Ich bin damit zufrieden. ازش راضیم. اینجا میت به معنی از میاد. Bist du sauer auf mich؟ از من دلخوری؟ sauer یعنی شور. Ich schreibe das groß. من به اون اهمیت میدم. groß schreiben یعنی اهمیت دادن. نه sowas ای بابا. ach was aha. Was für ein schönes Wetter. عجب هوای توپی. عجب هوای قشنگی. Du bist mir immer willkommen. قدمت همیشه رو تخم چشمم. هر وقت اومدی در خونه بازه. Hut ab. آفرین. Gut gemacht. کار خوبی کردی. درست انجام دادی. دست مریزاد. باریکلا. Ich hab mich verirrt. من رامو گم کردم. Ich hab mich verfahren. ببخشید من رامو گم کردم. Ich bin verletzt. من زخمی شدم. Ich fahre zum Bahnhof. من میرم بانهوف. zur Schule. من میرم مدرسه. auf die Toilette. من میرم توالت. in die Stadt. من میرم شهر. auf die Bank. من میرم بانک. in den Park. zum Park. من میرم پارک. zum Supermarkt. من میرم سوپرمارکت. ans Meer. من میرم لب دریا. an die Uni. من میرم دانشگاه. nach Deutschland. من میرم آلمان. in die Türkei. من میرم ترکیه. in den ایران. من میرم ایران. nach Deutschland. من میرم به آلمان. zu meiner Mutter. من میرم پیش مادرم. zu Mori. من میرم پیش موری. Ich muss morgen früh aufstehen. فردا زود باید بیدار شم. صبح زود. morgen früh میشه صبح زود. am nächsten Tag. روز بعدی. am Tag zuvor. روز بعدش. alle 2 Tage. هر 2 روز یه بار. alle 3 Tage. هر 3 روز یه بار. jede 2 Tage. هر 2 روز یه بار. alle 2 Wochen gehe ich. هر 2 هفته یه بار میرم من. Es tut mir echt leid. واقعا متاسفم. Es tut mir aufrichtig leid. صادقانه متاسفم. Es tut mir wirklich leid. واقعا متاسفم. Es tut mir aber leid. خیلی متاسفم. Es tut mir schrecklich leid. خیلی 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 متاسفم. Seit wann bist du schon hier in Deutschland? از کی در آلمان هستی؟ در جوابش مثلا seit 2 Jahren bin ich یا wohne ich hier. از 2 سال پیش اینجا من زندگی میکنم. یادتون باشه یا میشه das، یاغ جمعش هست. این ان خوشگله بهش میگیم به خاطر اینکه پشتش حرف اضافه داتیوی قرار گرفته. پس seit 2 Jahren bin ich یا wohne ich hier. Das da steht اونجا نوشته شده geschlossen. روی تابلو هر چی باشه میگید steht. Was steht auf dem Schild؟ روی تابلو چی نوشته؟ auf dem Schild روی تابلو steht نوشته geschlossen. Was steht auf dem Tisch؟ چی روی میز قرار داره؟ روی میز قرار داره. auf dem Tisch steht ein مثلا گلاس، یه لیوان. ab jetzt از الان به بعد. ab heute از امروز به بعد. ab sofort از الان به بعد. ab morgen از فردا به بعد. werde ich nicht rauchen دیگه سیگار نمیکشم. مثلا ab jetzt werde ich nicht rauchen از الان دیگه سیگار نمیکشم. بای بای.